اومدم چند تا از اصطلاحات خوزستانیا که به جز ما هیچ کس استفاده نمیکنه رو بهتون یاد بدم. ما نمیگیم پر ادعا، میگیم هفتی. ما نمیگیم آیا عینک من مناسبه، میگیم عینک من آوردت. ما نمیگیم اوکی، میگیم حل چشاته. ما نمیگیم خلاف اومده با ماشین، میگیم رامسید اومده. ما به راه بند قطار و ریل قطار نمیگیم ریل، میگیم سچه. ما نمیگیم سیگار، میگیم چنگ. ما نمیگیم عیبه، میگیم والا زحمه. ما به چاه فاضلاب میگیم منهول. ما به زیر استکانی میگیم نلبکی. ما نمیگیم به درد نخور، میگیم دله. ما نمیگیم میدان، میگیم فلکه. ما به کسی که بهمون آویزون شده نمیگیم آویزون، میگیم چلپ شده بهمون. ما به کسی که لاغر شده نمیگیم چقدر لاغر شدی، میگیم چقدر چول شدی. ما به کسی نمیگیم ای تو روحت، میگیم خدا رو کولت.